احترام کردشان میرم؟ میرم؟ گلگی میرم؟ من خیلی نامای چی میکنم؟ پیش روی نام هر تان یک فاصله میزنم. هزار که برکن میتونم بر مادرک کنم. بره با من. تو باز بر مادر؟ پایی نزدیکه. خیلی تو فساد میتونی بری؟ نه بچه بخیر. نام دوم بخواه. نظیفه. گلزار. این نام دوم. بیا گلزار. گلزار بیا. این میشه. نیست نه بچه. نظیفه عبدالغنی. بنفشه محمد هاشم. زرمینه دادالله. زرمینه طالب جان. نجیبه یا گلشان؟ آرزو. با اجازه رئیس و اولیای محترم شاگردان و شاگردان محترم 14 نفر از شاگردای این مستر امتحان لیاقت سپری کردن که از جمله 4 نفر از اینا موفق شدن و از صنف 8 به صنف 9 ارتقا کردن که از این جمله یک تک تک میکنه. مقصد از این که شاگردای لایق ممتازی که بسیار درس خواندن درس میخوانند کلش هستن، اما در بین یا 14 نفر بسیار ممتاز بودن، زیاد لایق بودن، زیاد درس خواندن که میخواستن از یک صنف به صنف دیگه برن، امتحان سویه دادن. 4 نفر یا کامیاب شدن. 4 نفرشان ما یک بخششی کلام میتیم، باز متباقیش مجلس گرفته با اندازه خود بخششی میتیم. از اون جمله شاگرد زهرا جان. زهرا بیا. بسیله جان. جایزهشان 1000 روپیه است. گلشا جان. آفرین تان، خدا موفقتان بسازه در دنیا و در آخرت انشاءالله که موفق باشین. خیلی ببینه استادایتان، خداوند عزت دنیا و آخرت به استادایتان بده که کتان کمک کردن، کوشش کردن و باعثی شدن که شما به درجای ممتاز برین. 10 نفر دیگه که کامیاب شدن، درجای خوب داشتن، انشاءالله که در این روزا باز خدمتشان میرسیم. دیگه کوشش کنیم دیگرایی که درس نمیخوانن، تنبل هستن، از یاد بگیرن. رئیس مشکلات ما این است که من 11 سالی که تقریبا در این مسئله بودم، نسبی مشکلات ما حل شده و فعلا مشکلات زیادتری بود، برای ما زیادتر شده که فعلا قبلا یک بجات بود، قبلا 700 بود، 800 میرسد 1000 تا پلا کنه 2200 علاوه تا 3000 رسیده. و خودم شخصا که هستم بزرگ خانه است، من پدر نیست، مادر نیست و برادر بزرگ ندارم. یک برادر خودم است که صنف 5 مکتب است، بعد از میره در هتل کار میکنه. مبلغ 3000 افغانی رو میدن در هتل. تقریبا تا 12 به شب در هتل است. من خودم میرم در بایسکل خانه سر کوتاه از بلندی پیاده بالا میشیم تا خانه که میریم تا قدر برای ما فرصت نمیباشه که ما نان خودم بخوریم. فقط مشکم گشنه بعدش نان میباشه، بعدش نمیباشه. مشکم گشنه خام میکنیم، صبح هیچ صبح چای ما نمیخوریم. کل مشکلات کشتی تا صنف 11 خود رساندی، 1 سال دیگه تو مانده از فاکولته، از مکتبت. 4 سال دیگه تو امکاناتی داری که فاکولته بخونی. اگر توی مفت از دست بتی، تمام این 11 سال که درس خوندی ادر میره. مشکل است. کپتان فسایز مشکل برای ما امسال قدر زیاد شده که بیخی زمستان بود. شخصا خودم زمستان یک کراچی یک تریه داشتم در فروشگاه دمو خنک و بسیاری اعضای دفتر معلوم است. دیده بودن عیسی مرا دیده بود، دکتر سم چند دفعه آمد، خود استاد بلوچ آمد از پیش مثلا دعا گرفت، کرم بار کرده بود مکروز. با 3 ماه زمستان در فروشگاه کار کردم تا نصف روز 200 صدر به یک کنیسه یا پیدا کردم. تا نصف گموری دیگر 1-4 تا نان گرفته سن خانه برام. این میکنش مشکلات است. فکر ما در درس است، یک دفعه فکر ما سن خانه میرم، مادر ما کشنم، علی پدر ما کشنم، الان همچین شتم میشه. چی تصمیم داری؟ تصمیم است که
کلگی فقط مخالف درسم است. تنها مادرم در پشتم است، مادرم و شما کلگی مخالف درسم است که میگه شما درس نخوانی. میگه تو کال جوان است، یالی که خدمت مادر تکدن نتونی، برای مادرت نان آوردن نتونی، آب آوردن نتونی، چای آوردن نتونی، خدمت برادر خورد تکدن نتونی، خدمت یک مادر پیچ سفید که در خانه است خدمت زور کردن نتونی. این درس برای تو چی به درد میخوره؟ ما باز فقط مادرم در پشت بچه میگه یتیم بچه‌سی برو درس بخوان که آینده چیزی شوی. خودم میگه مادر من کار برای تو خدمت کردن نتونم فعلا. بهترین خدمت می‌فهم به مادر چیست؟ بهترین خدمت به مادر است که تو درس خلاص کنی، یک شخصیت بسازی، یک انسان بسازی برات و 4 نفر تو دستش بگیری برای 4 نفر دیگه خدمت کرده بتانی و مادرت افتخار کنه به دامنی که بریالای بچیم بلدی که موفق شده درس میخونه فاکولته را خلاص کرده مردم هم کمک میکنه. به خدا اگر کسی که افتخار خوب جاد با یک فامیل باشه با یک بچه باشه درست از کار مشکلات داری. مادرت 11 سال مشکلات کشیده به صرف 11 رسیدی، تو 4 سال دیگه بسیار زودی تیر میشه. 4 سال دیگه تونیش نداری که درس بخونی. من کوشش میکنم یک ماده ماه دیگه مرا مولد بده اگه من بتونم که پیشتر که باید گفتم که کسی باشه که مثلا از $30 طور ماهانه $60 بسازم که بتونی به فکر آرام درس